بیا به بچه‌ها نشون بدیم وقتی دو تا پسر تنها میشن چیکار میکنن که سرگرم شن. پسر که تنها میشه منم چیکار میکنم؟ چیکار میکنن؟ سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل پویانم. چنل نیمزیاد فالو. امروز قراره بهتون نشون بدم وقتی دو تا پسر تنها میمونن چیکار میکنن. یکیشون باردار میشه. 100% که تویی. جلوم یه آلبوم پر از بچگی مکم سرسره تک بریم شد. سنگ کاغذ قیچی. یکیشون باردار میشه. ندادم برس که داغون قلبم که حالم بده. یه سری چالش‌ها آماده کردم که از تنهایی حوصله‌مون سر نره و بعضی وقتا تو خونه موندن بهتر از بیرون رفتن، از بیرون رفتن اشتباه. آماده ای وارد رقابت‌ها بشی؟ اول اینکه بشین سر جات. چیه؟ ویدیو در مورد اینه که ما دو تا پسریم و امروز دو تا پسریم. دیدی چه کسچری گفت؟ فردا چی؟ فردا هم دو تا پسریم. خب و باید یه جوری باشه که ما حوصله‌مون تو خونه سر نره تنهایی. این امکان پذیر نیست اگه پلی‌استیشن نداشته باشی. نه. اینا ببینی و اینجوری. من یه سری چالش‌ها آماده کردم، هم رقابتی، هم فان، هم طنز. فان و طنز چه فرق داره؟ فان و طنز فرقش بین طنز و فانه. جدا از این مسخره بازی‌ها، چالش اول چالشیه که رقابت یا مرگ. یعنی چی؟ کی میتونه بیشتر نفسشو حبس کنه؟ من دیگه سوالی مگه تو آب یا همینجوری عادی؟ عادی. داداش من خودم 18 سال شنا کار کردم. یعنی آب باشه شناگر ماهریم. خفه شو بابا. من میتونم نفسم به اندازه 1 ساعت نگه دارم. این چالش های ما که به ترتیب ما میخوایم انجامشون بدیم، هر کدوم یه مجازات هایی داره و اون مجازات هم چکه. یعنی چی؟ یعنی بازنده چک میخوره. خوبه. آهنگ خب بس دیگه مسئله بازی بس. خب نفس. اول تو میری یا من؟ اول من میرم. باش اول تو. بعد اگه چجوری بفهمی طرف نفس میکشه یا نمیکشه؟ نه دیگه باید وجدان. من که ناموسن. آقا من یه فوش خیلی بد میذارم. هر کی نفس بکشه. 3 2 1. هفت ثانیه. درمان شنا اینجوری بود داداش. نفس نکن. خودم 18 سال شنا کار کردم. قهرمان شنا 21 ثانیه و 57 صدم ثانیه. قهرمان شنا مرد. اوه حاجی آماده نبودم. مثلا اگه واقعا تو دریا باشی بیشتر بار نیستی. آقا این رکورد آقا نیماه. 22 دیگه. حالا 50. حالا ما یه ثانیه هم میگیریم. 22. الان توه. 3 2 1. برو. تا 2 ثانیه. برو ماشاءالله. 7 نه ثابت وایسا. 8 9 12 13 14. برو ماشاءالله. برو تو میتونی. رکورد من زدی. 21. دست دیگه الان برنده شدی. میتونی نفس بکشی. دست اینجا باز داری اینجا نفس میکشی. دل بسط. 22 سال. من باختم. خب بعدم همونجور که دیدید قهرمان شنا زرد از آب درآمد. آقا الان چک میخوای بزنی آروم میزنی دیگه. آروم بزنم. مطمئنی؟ دندونم نمیگه داستان داره. من اصلا به من مربوط نیست. نباید با من اصلا رفاقت میکردی. آماده چک هستی؟ بازنده آروم بزن. آماده چک هستی؟ آروم بزن. نه بابا من رفاقت میکردی. اینور نزن اینور بزن. اینور درد میکنه دندون. اشکال نه. تو سرم زدی. این تو نه بزنی که آقا. الان حساب بود. نه دیگه ما محکمشو بزنم. بریم برای دومین چالش. دیدید که چالش اول نیما چکشو خورد. اینم با بخور. نه ببخشید. چک بابا. چالش دوم بطری بازی. یه بطری که برداشتم آماده کردم از قبل. اینقدر تهش توش آبه و اون بطری همونو مستقیم میکنم. اون بطری رو باید پرت کنیم با تهش بیاد زمین و هر کی زودتر به 3 رسید اون برنده و بازنده دوباره چک میخوره. من 100 تو قبلا دفعه قبلم چالش قبلم همین حرفو میزدی پسر خوب. منو ببین. بیا بگیر دیگه. سلطان بطری بازی خودم. آقای رضایی. توی ایران هیچ کی مثل من بطری بازی نمیکنه. 3 تا باید بیفته. دقیقاً 3 تا.
برو ببینم چیکار میکنی. پشمام. یک از یک. بچه های مثل این که واقعا این کاره بود. من از قدیم الایام روی این بازی شرط بندی میکردم. یک. نه داشتی حرف میزدی. داشتی آقا این داره جرزنی میکنه دیگه. از آن چقدر جرزنی؟ یک. پشمام. من میگم سلطان چالشم. دوتا انداختم دوتاش گله. مثل اینکه چکو خورد. دوتا یکی. خب وای نمیستاد خدایی. وای نمیستاد. جر نزن دوباره میندازم. وای نمیستاد. یاد چیه؟ جمله اشتباه نکن. دو خب این بازی فکر کنم قرار نیست برنده داشته باشه. بچه ها مثل ضربات پنالتی میمونه. اینو اگه بندازم قهرمان مسابقات میشن. انداز. ما چون دیگه زیاد روی داری میشه باید سنگ‌ها قیچی کنیم. نه چالش بطری تا ته میریم. شاید من انداختم تو ننداخت. این دفعه هم تو برو چون ضربات پنالتی دوباره پشت هم قرار نیست برگزار بشه. اینم تو برو. یس مثل اینکه انداخت بچه‌ها. من شانس آخرمه. دفتر ما 100 برگ داره. ولش کن. جوان عزیز دارو بزن. جوان عزیزه. اون تو چیکار داری؟ لورکیز میکنی؟ تو چیکار داری؟ من گرم میکنم. یا علی. الکی فیک نباش. فیک بازی در نیار. این چیزا قدیمی شده. الکی میکنه بچه‌ها. اصلا آروم بگو که گل نفرستد. چالش بعدی. چالش بعدیش اینه که دیگه این یه دونه اجازه میدم تو بچه‌ها. مچندازیه. مچندازیه ها. مچندازی ولی خب باید هموزن نباشه آدم ندی ربط نداره. مچ. بعد مجازات همون چک که دیگه ایشالله نیست. یا یه دونه تار سیبیل تو بکن. چرا منو بکنی؟ منم تار سیبیل. شاید من بردم. خب تو بردی تار سیبیل کنی. الان چی شد؟ مجازات چی شد؟ تار سیبیل. تار سیبیل. تار بس سیبیل. بده. جر بزنید. پاتو بیار بالا. پاتو بیار بالا. بالا چرا؟ بیار بالا. ری. بالا. خودم بوزم. پا پایین باشه انعکاس از نور خورشید. بعد ماماس با دست روبروی دستمون. 1 2 3 برنده این مسابقه. آقا این تقلب کرد. تقلب چی کرده؟ آقا تو مگه قوانین گذاشته بودی؟ خب دوباره بریم. نه دیگه باختی دیگه. بچا مگه قانون گذاشته بود؟ قانون نذاشته بودی. مگه قانون گذاشته بودی؟ نه. تو گفتی مچ میندازی منم با تو مچ بنداختم. تار سیبیلتو بیار اینجا. آقا چک بزن دیگه. نه تار سیبیلتو بکن. قوانین گذاشت. بیا جلوی دوربین. نه قوانین نداشت تار سیبیل. تو گفتی تار سیبیل دیگه خودت گفتی. من نگفتم. من کی گفتم؟ الان چی شد؟ مجازات چی شد؟ تار سیبیل. تار سیبیل. تار دست بده. تو خود گفتی. من خودش گفت. بیا اینجا. آره ما. چالش بعدی 30 ثانیه بعد از گفتن 3 تا جمله به نیما فرصت میدم. 3 تا جمله بهت میگم. جمله یا کلمه؟ جمله کلمه رو بلد نیست. تک کلمه ای. خب. 3 تا. تو باید با این 3 تا کلمه یه تکست تو ذهنت بگیری و همون بداهه لحظه؟ اونو رپ کنی. 30 ثانیه فرصت داری که اینو فکر کنی راجبش بعد بگی. بگو همین الان بگو بعد بگم. یه کلمه موز، یه کلمه بنیامین، اون یکی کلمه هم یوتیوب. برم. برو. بنیامین خواننده پاپ بوده، بهش یه دونه موز دادن، میگن تو ویدیو بذار اما نذاشته، میگه چرا نمیذاری، چرا میگه موز پوسیده. نوبت توه. تو چی میخوای به من بگی؟ بیارم بر وایسا. من اصلا نشسته میخوام این چالشو برم. من اصلا میشینم. من اعتراض دارم. اون اعتراضم بود. دنبالان، سیرابی، شیر. بفرمایید. آقا بریم. 1 2 3 دنبالانو میخوری شیر پس میدی. با سیرابی میزنمه چون که دیر فهمیدی. بابا باریکل. با سیرابی منو میخوای چوری بزنی؟ با سیرابی چوری منو میخوای بزنی؟ سیرابی یه دونه پرده طوره. اینجوری میزنم اینجوری چک دیگه اینجوری چک. اصلا ربط نداشت. به نظر من خیلی داغام. مساوی شدیم.
سه تا جمله دیگه بهت میگم تو باید بگی و این دفعه 5 ثانیه وقت. آناناس، خیار چنبل، بیسکویت مادر. بیسکویت مادر طعم آناناس میده. میگی چی بود؟ تو آقا اینم فکر میکنه. نه اون یکی چی بود؟ بیسکویت آناناس؟ بیسکویت مادر. آناناس؟ اون یکی چی بود؟ آی تو خیار چنبل. خیلی داغان. آقا بگو وقت نشه. خیار چنبر خوردیم، گفتم گوش نیستم، مادر اومد به من گفت یه دونه بیسکویت آناناسی مادر داد. نه آقا اشتباه خوندی، سوختی این مرحله رو و من به افتخار بچه‌ها این چالشم تموم میکنم و این بازی رو برنده در میارم. بیا بلند شو. نزن قلبم ضعیفه دستگیره در گوز نهنگ خیارشور. دستگیره در بوم میده، گوش مثل گوز نهنگ، توت ریده. اون یکی چی بود؟ خیارشور. توت ریده، خیارشور رو میخوری میره دل درد داره، اینقدر بدبختی منم سر درد داره. مسخره بود دیگه. آقا مسخره بود دیگه، خیلی سوبر و مسخره بود. قهرمان این دوره از چالش پویان. بچه‌ها کلاً به نظر من پسرها که تنها میشن این نمونه این ویدیو نمونه این که دیوانه میشیم. آره خیلی مسخره میشیم. ولی خب رسیدیم به بخش زیبای مجازات. نیما رضایی باخت، ملقب به نیمزی و باید مجازات بشه. پسر من تو رو مجازات نمی‌کنم، تو رو بوست. Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar Umut gökyüzünde parlar آماده هستی؟ چی؟ برای چی؟ چالش شنا سوئدی. این بازیکن با دومنده توسی. چند تا برات برم؟ هر کی بیشتر رفت برنده است. هر کی بیشتر برنده. آقا قبول بذاریم سر همه. هر کی بیشتر برنده. نه این چالش فرنده. 1 2 3 4 5 6 3 2 1 21 خب نیما رضایی 21 عدد شنا رفت. ببینیم این با اینقدر ادعای بدنسازی چه میکنه. بابا امروز زدم آخه سرشنم درد میگیره. اون چیه؟ بیا بالا 4 حالا 15 21 ولی که نمیره. میرم 23 تا رفتم. 17 تازه 5 هاشم نشمردی. 17 آشغال. بچه من کامل رفتم اصلا نمیرم. بچه ها لایک و سابسکرایب یادتون نره. ما کلا 10 دقیقه تنها بودیم ولی خب دیگه ما رو تنها نذارید. اگه دوست دارید پارت 2 داشته باشه برام کامنت کنید.